فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا پویای عزیز از ایران پرسیده بودند در مورد این روایتی که برایشون اشکال ایجاد کرده که غسلتین و مسحتین، در مورد این گفتن که میخوان طریق اهل سنت به اصطلاح نماز و وضو رو انجام بدن، اما این قضیه براشون ایجاد اشکال کرده. حالا اگر که انشالله که راست گفته باشن. در وضوی رسول الله صلی الله علیه و سلم دقیقاً اون چیزی هست که الله متعال در قرآن در سوره مائده اینو بیان کرده و دستور داده به ما مسلمانان که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. این یک حکم شرعی هست و مستند به اصطلاح حدیث و وضو از قرآن این آیه هست. الله متعال اشاره فرمودند و خطاب به مسلمانان میفرمایند که ای مسلمانان، هر وقت که خواستید نماز بخوانید یا برای نماز برخاستید، حکمش این است که فغسلوا وجوهکم، چهره خودتان را بشویید، و ایدیکم الی المرافق، دسته های خودتان را تا مرافق که این آرنج هست تا اینجا بشویید، و در ادامه میفرماید وامسحوا برؤوسکم، و سرهایتان را مسح بکنید، و در ادامه هست و ارجلکم الی الکعبین، و پاهایتان را تا کعبین. الان از نظر ادبی هم وقتی که ما نگاه میکنیم اعراب این ارجلکم، میبینیم که اعراب ارجلکم برخلاف رؤوسکم هست. رؤوسکم مجرور هست و ارجلکم مفتوح هست و این برمیگرده از نظر به اصطلاح زبان عربی، این برمیگرده به منصوبی که بعد از اون هست. منصوبی که بعد از این هست میگه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم هست با فتحه، یعنی این ارجلکم که فتحه داره برمیگرده به ایدیکم که فتحه داره. این به صورت تعبیر عامیانه که من بکنم، یعنی این که حکمش همون حکم ایدیکم و وجوهکم است. این ظرافت ادبیات عربی است که متاسفانه آخونده رافضی متوجه نمیشن. و اون چیزی که جالب هست در اینجا، یعنی از این آیه علما این استدلال را کردند که مراعات کردن ترتیب در وضو فرض هست. به چه دلیل؟ به این دلیل که الله متعال این اعضای وضو را شستن این اعضا را به صورت با ترتیب بیان کرده. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، این پاها رو در آخر اومده. به خاطر اینکه این ترتیب حفظ بشود به این صورت الله متعال اینها را ذکر کرده. و ارجلکم که در آخر اومده بود، اگر واقعا منظور از این ارجلکم مسح بود، بعد اینو مثل رؤوسکم بعد میگه وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم بود. الان در تمام قرآن هایی که چاپ شده، حتی در ایران اگر شما نگاه بکنید، با این که خودشون معتقد هستند که میگه این کسره هست باید کسره باشه، اما در قرآن نتونستند اینو تغییر بدن و یعنی امکان نداره تغییر بدن، زیرا که قرائت درستش هم به همین صورت است. و این چیزی که این بیننده بیان کردند که نقل قولی شده از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که در آیه وضو 2 تا غسل هست، یعنی 2 تا شستن، 2 عضو که باید شسته بشوند و 2 عضو که باید در واقع مسح بشوند. این خود ابن عباس رضی الله تعالی عنه اینو با وضویی که گرفته در طول تاریخ، یعنی در هیچ جای دیگری ثابت نیست که حضرت عبدالله ابن عباس یک جایی مسح کرده باشه، یعنی وضو گرفته باشه و بر پای خودشون مسح بکنند که بله من معتقد به این هستم که این آیه دلیل بر مسح است. این از نظر اساسی و اصلی که معتقد حضرت عبدالله ابن عباس است. و حکم شرعی دیگری که عبدالله ابن عباس گفتند، ولو اینکه بالفرض اینکه این روایت صحیح باشه، نقل قولی که این حدیثی نیست، این بس یک اثری هست که به منتهی می شود به حضرت عبدالله ابن عباس، بالفرض صحتش ولو اینکه صحیح باشد این برمیگرده خب ما در وضو 2 تا غسل داریم و 2 تا مسح داریم. یعنی این که یعنی 2 تا غسل که یعنی شستن چهره هست و شستن در واقع دست ها، و 2 تا مسح که مسح کردن سر هست و مسح کردن موزه هست که در روایات زیاد این وجود داره. در روایات شیعه هم وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی اجازه دادند کسانی که برای مسافرت می روند یا مسح موزه رو در پا کشیدن، جوراب زخیمی رو دارن، به جای این که جوراب رو در بیارند و مسح بشویند، جایز هست که مسح بکنند.
کنند. این از نظر عملی هم که وقتی ما نگاه بکنیم، بله در وضو 2 تا حکم شستن داریم و 2 تا حکم مس کردن داریم و این دلیل بر این نیست که پا را مس بکنن. و اضافه بر این نقل قولی که از ابن عباس رضی الله تعالی عنه شده، این مفسرین ذکر کردن، علامه طبری رحمت الله علیه اینو ذکر کرده و راوی این در واقع یک فردی هست به نام محمد ابن قیس که خراسانی هست و این فرد یک فرد مجهولی هست. یعنی از نظر سندی اگر این اثر رو هم بررسی بکنیم، این سند ثابتی نیست و این هم نقل کرده از ابن جریج که ابن جریج هم معروف هست که مدلس بوده، یعنی تدلیس میکرده در روایت. این حرفی رو که از یک کسی نشنیده، خودش مستقیما نشنیده، طوری وانمود میکرده که من اینو از یک فرد دیگری شنیدم و اینو به صورت از فلانی این گونه نقل میکنم، از فلانی نقل شده. خودش نمیگه که من از فلانی شنیدم که صراحت باشد، صریح باشد که انسان بدونه که شنیده. و این ابن جریج هم که به اصطلاح مدلس هست و این روایت از نظر سندی هیچ اعتباری نداره. و عرض کردم بالفرض هم که صحیح بشوند، بله در وضو 2 تا مس وجود داره، شستن چهره و شستن دست‌ها، 2 تا شستن هست غسل و 2 تا مس وجود داره، مس سر و مس موزه.